سلام برابکت یوتیوب، سهیل اقتصادی هستم. امروز با برنامه مورد علاقه خودم 67، چون هر کی برنامه نگاه میکنه واسه آیندهش مهمه و موفقیت رو همه تو زندگیشون میخوان. خب برابکت چطوری؟ خوبی محمد؟ خوبی هادی؟ خوب 67 به اضافه 2 نفر محمد و هادی. ویدیو جدیدمو دیدی با رامین درست کردیم؟ اسمشو دوست داری؟ هفته پیش این هفته تو 1 ساعت با این و اون. اشتباه گفتی. به خدا اشتباه گفتی دوباره. من فقط دیدم که کینگ رام هنگ کرد، گفت اسمشو خودت بگو. آره آخه یه استوری هم گذاشته بودن اونجا دیگه، واقعا کینگ رام بیچاره اصلا یهو مغزش اصلا صفر شد. تازه مثلا ویدیو 5 بود که گرفت 5 تا قبل کنزه تازه بار 5 بود. هی میگفت این نیستش که هم مؤدب میگفتم مؤدب نگو، نمیذاری من مؤدب باشم دیگه. خب آقا بچه‌ها، چیزی که یکی از سوالایی که خیلی زیاد شده بود که میخوام راجعش صحبت بکنیم اینه که اوکی من فهمیدم میخوام اینوست بکنم و پولم هم میخوام بذارم، نمیفهمم باید چیکار کنم. و من اینو برای بچهای ایران و آمریکا میتونیم توضیح بدیم. برای بچهای جای دیگه دنیا از این باید آیدیا بگیرین. ایران هم که شرمندتونم. منظورت آمریکا و کانادا بود؟ فکر کنم گفتی ایران و آمریکا. گفتم ایران و آمریکا. اوکی ببین خون ایرانی تو من میجوشه، حواست باشه. آره آمریکا و کانادا. ولی من یه چیزی میخواستم بگم به ایرانیا، لطفاً نمیشه گفتش که همین الان چی کار بکنن، چون یه سری گفتی که مثلا میگم طلا بخرن، هادی یه سری پیشنهاداتی داشت. من به نظرم بهشون بگو که لطفاً مثلا الان در این لحظه از زندگیتون برید مثلا طلا بخرید، برید مثلا این کارو بکنید. میدونم اسپسیفیک نمیدونی و توی ایران چرا؟ توی ایران واقعا من اگه ولی... خودم بودم طلا میذاشتم و بیت کوین. اوکی. چون دو تا چیزی که الان دسترسی بهش داری و میتونه خیلی خیلی گنده باشه. یکیش مطمئنه، یکیش چیزه. مثلا ایرانیا دیدم میرن لیر میکنن پولشونو، میرن نمیدونم درهم میکنن، نمیدونم میرن دلار میکنن، یا پول آشغاله. ریال آشغال ترینه ولی بقیه پولام آشغالن، فرقی نداره. هر پولی یه روزی میتونه آشغال ترین بشه. با زمین چرا آدم بره اونجا بذاره؟ اگه میخوای همچین ریسکی رو بپذیری بیا بیت کوین رو بپذیر. طلا هم که سیفه، داره میره بالا خیلی آروم. S&P 500 هم به قول معروف اگه دستت میرسه. خب آقا اولین چیز خیلی سوال میپرسن S&P 500 چیه؟ ببین S&P 500 یه کمپانیه که فقط من یه کمپانی زدم اسمم سهیل، کمپانی اسمش سهیل 500. کاری که میام توی آمریکا 500 تا قوی ترین کمپانیشو انتخاب میکنم بیس روی پولی که دارن در میارن و رونیو و قدرتی که دارن، اون مارکت کپ فکر میکنم بهش میگم، یعنی ارزش کمپانی. الان که نگاه کنی میبینی مثلا اولین کمپانی نمیدونن کی، الان اپل، آمازون، کی اول الان؟ توی اندازش نمیدونم، یکی از اینا. آخه هی عوض هم میشن دیگه. آره دیگه، حالا مهم نیست. یکی اولی که دوباره مثلا هوم دیپو چه میدونم 17 همیه، بعد نمیدونم میرسی به 100 مثلا میشه هواپیمایی فلان امریکن ایرلاین مثلا، بعد همینجوری میاد تا میشه کمپانی 500. خب بعد بگو تو آمریکا مثلا 10,000 تا کمپانی وجود داره، واسه همین یه نفر بهترین کمپانیه، یه نفر هم آشغال ترین کمپانیه، بیس روی پول فقط که چقدر اینا در واقع ارزش مالی دارن. این کمپانی میاد شماره 1 تا شماره 500 و از هر کدومشون 20 میلیارد دلار میخره و بازم میخره اگه خودش، یعنی هی همینجوری بیشتر هم میکنه چیزشو، سهمشو. ولی روزی که وارد میشه، یه کمپانی که الان رتبهش 501 و یهو میاد اون میشه 500، اونی که 500 میشه 501، میاد استاک اونی که 501 رو میفروشه، استاک این یکی که جدید اومده رو حداقل 20 میلیارد دلار میخره و بعد دیگه اینا میاد توی بازی و این داره اینا ترک میکنه که قوی ترین کمپانی‌ها کدومان، اینا رو میگیره. و این 92 سال تو بازیه، الان شد 93 سال، 93 سال تو بازیه و 93 سال داره پول میده. این 93 سال میانگین 10% سود داده. جنگ بشه، کمپانی کفش مثلا چه میدونم نایکی و لولولمن میرن پایین چون کسی نمیره اونجا بخره، ولی یه کمپانیای تفنگ مفنگ فروششون میره بالا. بعد یه روز این کمپانی سویچ میشن، کمپانی تفنگ مثلا میاد تو 500 تا، کمپانیای لباس مثلا میره بیرون. واسه همین
تو هیچ وقت ضرر وحشیانه نمیتونی بکنی که مثلا خیلی بهت ضربه بزنه و بری پایین. منطقش اینه. حالا آره هر چیزی میتونه از بین بره، میتونه شهاب بخوره به زمین، ولی من دیگه اون وحشی ترین سناریو رو نمیتونم در نظر بگیرم. واسه این با چیزی که تو 100 خورده سال پیش اوریج بوده و رفته جلو، این S&P S and یعنی و P500 این میتونه قوی ترین اینوستمنت باشه. حالا برای اینکه اینو هم آدم نمیدونه بخواد مطمئن بشه، یه دونه تست وارن بافت کرد که این کمپانیایی که پولو میدی واسه منیج میکنن دزدن و هیچ کاری که نمیکنن هیچی، ضرر هم برات دارن. خب این خیلی حرف درستیه و من کسی هم که اینو خودم همه جورشو تجربه کردم. یعنی من وقتی اینو یاد گرفتم بازم گفتم که حالا بذار ببینیم. اومدم یه سری پول دادم دست این کمپانی‌ها، یه سری دست خودم و اینا اونقدری که مارکت میره بالا نمیبرنش بالا. خیلی جالبه. مثلا میگم S&P 500 توی یک سال گذشته مثلا 20% رفته بالا، 26% مثلا رفته بالا، دقیقش عددشو نمیدونم. این انقدر رفته بالا، پس من اینوستمنت من فقط پارسال تا حالا این اگه فقط گوشم تو S&P 500 اینا باید 30% میرفتن بالا دیگه. ولی پولی که من دست اینا دادم پارسال تا حالا 30% که نرفته بالا هیچی. از 8 سال پیش که بهشون دادم 30% هنوز نرفته بالا. الان مثلا 25% رفته بالا. دقیقاً نه چی دارم اشتباه میگم. الان 33% رفته بالا توی 8 سال. عدد جالبی نیست به نظر من. من فکر میکنم اگه من 8 سال پیش این پول رو گذاشته بودم توی S&P 500 من فکر میکنم الان بیشتر رفته بود بالا. خب به خاطر همین من به کسی اگه کسی آپشنشو داره میگه که من اینو بذارم پیش یک کمپانی یا خودم بکنم، هر روز میگم خودت بکن. هیچ وقت از هیچ کمپانی نده، چون واقعا لازم نیست. تو فقط خودت یه کمپانی وسط لازم داری که از طریق این بتونی به استاک مارکت رو بخری. حالا یه سری کمپانی هستن $10 میگیرن این کارو انجام میدن، یه سری کمپانی هستن 1% رو میگیرن، یه سری کمپانی هستن پول نمیگیرن. من از اون کمپانی که پول نمیگیرن الان استفاده میکنم، چون قبلا اینا وجود نداشت. اینا 10 ساله که اومدن تو بازی. و الان میگم تو میتونی یه اپ رو دانلود کنی به اسم، توی کانادا اسمشو میدم اینجا بنویسم Wealth Simple. Wealth میشه چی میشه؟ Wealth میشه ثروت. آره. سیمپل هم که میشه راحت، میشه یعنی ثروت. منظورش اینه که میشه راحت پولدار شد، همین حرفی که من میزنم. و اینو میگیری و وقتی اپو باز میکنی برای کانادا، حالا من از حالی هم میگم که برای چیز رو توضیح بده برای آمریکا رو. اپو که دانلود میکنی ساین اپ میکنی دیگه، اسم و فامیل و نمیدونم تاریخ تولد و اینا یه سری چیز میکنن، چک میکنن که مایکشور کنن خودتی. بعد که فهمیدن خودتی میگن خیلی خوب بیا حساب باز کن، چی میخوای باز کن. بیشتر چیزی که مردم باید احتمالاً باز کنن باید چکینگ باشه، چون ما نمیدونیم چه حسابای دیگه داری یا نه. ولی اگه هیچ حساب دیگه ای نداری، بلد نیستی چه جوری پول جمع کنی اینا، چکینگ نمیخوای باز کنی، میخوای TFSA باز کنی. TFSA مال کانادا میشه Tax Saving هرچی Tax Free Saving account. بعد این اگه روی پول در بیاری نباید تکس بدی، ولی اگه روی چکینگ پول در بیاری باید تکس بدی. پس یعنی الان من این پولیو که این کمپانی مثلا درآورده 33%، روزی که میخوام اینو بکشمش بیرون باید روش تکس بدم. ولی این پولیو که تو این یکی خودم اینوست کردم نباید پول بدم، چون که همش تکس فریه. واسه همین توی اپ پس میزنی میخوام یه اکانت باز کنم، بعد میگه که این اکانتی که میخوای باز کنی باهاش میخوای چیکار کنی. پس اولی چکینگ رو انتخاب میکنی یا TFSA هم باید بری بخونی. لیمیت داره، هر سال زیاد میشه، چقدر میتونی در سال بذاری داستان داره، نمیتونی پول ازش برداری. یعنی میتونی برداری یا وقتی برداری نمیتونی پس بذاری. یعنی اگه تو لیمیتش مثلا امسال $7,000، تو اگه بیای جنوری $7,000 بذاری، جنوری 1 جنوری 2 بیا $7,000 برداری، دیگه نمیتونی $7,000 تا سال دیگه بذاری. اینی که خب خودم اصلا پس میدم، این منطقاش اینطوریه. اینا رو بعد بری ببینی چقدر میتونی در سال بذاری و از این حرفاشو بری یاد بگیری. سقفش هم $70,000-$80,000. حالا من نمیدونم اگه به سقف نرسیدی میتونی بری تا سقفشو بذاری توی اون سال یا نه، توی سال فقط میتونی همون قدری که نمیشه. اینا رو باید بری از خود دولت بپرسی، یه تلفنه کاری نداره. یا تلفن بخش واسه حرفت، و یا اینکه فکر می‌کنم تو وبسایت هم میتونی چک بکنی، چون من یه بار چک کردم مثل اینکه اونجا نشون میده. آفکورس هستش، ولی میخوام مثلا با یه نفر دابل چک بکنی حرفا. من الان سوالم مثلا اینه، اگه تو چک کردی میدونی
من الان میخوام اسکم باز کنم، میگه در سال اجازه دارم $7,000 بریزم توش. آره ولی میگه لیمیت $50,000. خب من میتونم $50,000 بذارم بعد از اون $7,000 یا نه؟ ببین من همینو خودم هم سوال داشتم و وقتی خودم نگاه کردم میدم برای من امسالو که جمع زده شده مثلا $36,000 لیمیته. خب یعنی میگه تو 36 تا میتونی بذاری. آره ولی خب نمیدونم الان اون اگر پر بشه چی میشه. بعد میگم یه تلفن لازمه. آره اینو باید یه خورده خودمونم سرچ کنیم. من دلیل دیگه اینو نمیدونم اینه که من وقتی این داستان شروع شد از همون سال اول گذاشتم، هر سالم تا تاشو گذاشتم. برای همین اگه مثلا لیمیت نمیدونم $70,000-$80,000، من الان تو تکس فری سیوینگ هم مثلا نزدیک $200,000 پوله و اون $130,000 که اضافه اومده همش سوده. واسه من اگر پولم در بیارم هنوز سال بعد نمیتونم اضافه بذارم، به خاطر اینکه هنوز اوور لیمیتم. ولی من هیچ تا حالا توی 10 سال گذشته از یک دونه از حسابای سیوینگم $1 پول در نیاوردم، حتی $1، حتی قرض کنم اگینستشون جغل بازی هیچی، فقط اضافه کردم. خب بر همین من عددشو دقیق نمیدونم. خلاصه میگم یا TFSA باز میکنی یا چکینگ. بعد که اینو باز کردی میگه حالا چیکار میخوای با این بکنی؟ میزنی میخوام استاک بخرم، میخوام استاک ترید کنم. بعد از سوال میپرسه که تا حالا قبلا استاک کردی یا نه. اگه بگی نکردم احتمال داره اجازه ندی بخری، برای اینکه میگه تو ریسک داری و این چیزای دولتی الکی لوس بازیه. واسه همین من دفعه اول که پر کردم همه رو خیلی جدی زدم و اینا. بعد هیچ کاری نمی‌تونم بکنم تو حساب. هر کی میگفت نه چون تو به قول معروف گفتی تجربه نداری نمیتونی سرویس رو استفاده کنی، چون تو گفتی تجربه نداری نمیتونی اینو بخری، چون تو گفتی تجربه نداری فلان. برای همین اونا رو یه خورده راحت‌تر بزن 3 سال بابام هم تو اصلا اسمش استاکه، چون هیچ کی واسهشون اهمیت نداره، فقط واسه اینکه به تو سرویس ها رو باز کنن یا نکنن، هیچ چیزی نداره. هر روزی هم بخوای میفهمی اشتباه کردی زدی من تجربه ندارم، اگه بخوای سرویس ها رو باید زنگ بزنی بهشون پای تلفن وایسی، یارو میاد یارو ازت سوال میپرسه، بعد میگی میخوام اینو بخرم، بعد میگه تو تجربه نداری مطمئنی میخوای بخری؟ بعد تو میگی آره، بعد میگی اوکی باز کردم. اینم چیز باز کردنش، اینجوریه که مثلا خودت در خطر میذاری. بعد اون موقع اجازه داری چیز میز بخری. بعد چیزی که میری باش میخری میری توی همون توی چکینگ رو لاگین میری تو استاک، زیر تو چکینگت میزنی استاک مارکت، سرچشو میزنی. سرچو که میزنی لغت اگر بخوای دلار کانادایی خرید بکنی توی کانادا میزنی VSP.TO. TO میشه تورنتو، VSP هم میشه مال ایندکس EFT S&P 500 ونگارد. یکی دیگه هم هست به اسم VFV.TO، اونم باز همینه. یکی دیگه هم هست ZSP.TO، اونم باز همینه. بعد الان خیلی واسه سوال میگه یعنی چی اگه چیزی همینه چرا 5 تا هست؟ آره دقیقاً تو برای من می‌خواستم بگم VFV رو خریدی. VFV رو بعد گفتم. آره. ببین اینا قیمتشون با هم میخوره فرق داره. یکی مثلا میگه آقا 1/10 شره، یکی میگه 1/100 شره. من دلم من کمپانی هم مثلا سهیل دلم میخواد S&P 500 بفروشم، میتونم بگم هر یه دونش $10,000، هر یه دونش $5,000. یه عددی میتونم انتخاب کنم یا یه درصدی از کل چقدره و تو میاد نسبت به اون پولی که میذاری و معمولا عدد پایین نگه میدارن که تو بتونی راحت اینوست کنی. بر همین مثلا میگم یکیش الان $94، یکیش $148، یکیش $91. ولی همشون یه چیزن. اگه مثلا نمیتونن اونقدر با هم فرق داشته باشن. اگه مثلا توی 10 سال یکیشون 15% بره بالا، اون یکی هم همه 15%. یا میتونه که بشه 15 و یکی میتونه بشه 14 و 9 به خاطر فی و جور کاری که میکنن میتونه یه خورده فرق داشته باشه، ولی اینطوری میتونه باشه. این برای کانادایی‌ها اگه بخوای دلار کانادایی بخری. اگه بخوای دلار آمریکایی بخری یا VOO رو استفاده میکنی که میشه همون ونگارد ولی مال آمریکاییش میشه که امروز $535 و کمترین فی رو داره، مثل اینکه هست 0.02 اگه اشتباه نگم. بعد از اون هست IVV هستش دوباره همین S&P 500 امروز $584 و آخریش هم که هست SPY
SPY که این بالاترین فی رو داره. این مثل این که هست 0.06 یا 7 ولی در اصل این هم هست. اگر هم کسی داره میپرسه چرا یکی فی بالاتر هست، چرا کفش لویی ویتان هست، مردم دیوانه میرن اینو میخرن. اگه تکنیک باشه هیچ کی نباید اینو بخره، همه اون رو بخرن، ولی اطلاعاتو ندارن، نمیدونن که فی توشه، چون جایی نمیگه. فقط من به شما گفتم این فی رو هیچ جاش توش نمیگه، باید بخونی فایند اوت کنی فی کجاست. و این راهیه که تو توی کانادا میتونی یو اس دلار یا آمریکایی دلار یا کانادایی بکنی. کسی هم الان نظر داره که کدوم بهتره، اونقدر فرقی نداره، ولی چون S&P 500 کمپانیای آمریکاییه، من نمیخوام کانادایی بخرمش. چرا؟ چون در وقتی تو میای یه استاک کانادایی میخری، داری دو تا بازی وارد میشی، یکی بازی پول، یکی بازی استاک. چون من با دلار کانادایی دارم، من مثلا میگم من روزی که رفتم استاکمو بگیرم دلار بود 1.20، یعنی یه دلار آمریکایی میخواستم بعد $1.20 کانادایی میدادم میخریدم. امروز هست $1.40. خب یعنی اون 20% 2 برابر شده 40% الان. و من باید 2 برابر از قبلا بیشتر پول بدم. قبلا اگه $12 میدادم الان باید $14 بدم. اون اضافه رو باید 2 برابر بدم که به همون قدر یو اس برسم. برای همین دلار استاک یو اس میتونه رفته باشه پایین، ولی چون که یو اس دلار رفته بالا به من نشون میده من بردم، و یا برعکسش استاک رفته بالا ولی دلار رفته پایین من نشون میده من باختم. و من اینو دوست ندارم، چون تو باید دلارم به حواست باشی. ولی وقتی یو اس دلار انجامش میدم، همون روز اکسچنج انجامش دادم دیگه، من دارم با یو اس بازی میکنم. و تو دنیای من روزی که شروع کردم $200,000 تبدیل کردم و 1.20 خریدم. قشنگ 1.21 بود خریدمش، یا 1.19، خیلی 1.20 بود خریدم. امروز 1.40. پس من الان یو اس هم واردی 20% رفته بالا، خودم هم میدونم، لازم نداره توی قیمت استاکم نشون بده به من چیزی. خودم که بفروشم میگم اوکی الان 1,000,000 استاک S&P 500 دارم، بفروشم میشه 1.400. ولی اگر این کار نکرده بودم الان 1.200 دارم. نمیدونم میک سنس میکنه، میفهمی؟ اگه یه بار دیگه بگو. اگر این کار نکردم الان 1.200 داشتم، چون با دلار کانادایی خریده بودم و دلار کانادایی چون ضعیف شده بود قدرت خرید من به آمریکا ضعیف شده بود. آها آره. و سر همین داشتم 200 تا ضرر میکردم. دقیقاً. تو داری یه میدلمن رو این وسط حذف میکنی که اون ریشیوش برای خودش بالا پایین رفتنش با یه چیز دیگه است. روابط بین کانادا و آمریکا روش تاثیر میذاره. تو داری اونو حذف میکنی از معامله. آره فقط برای اینکه حالا باز بچه‌ها بیشتر بدونن، بیت کوین و رمز ارزهای دیجیتال و اینا رو میشه همونجا تو ول سیمپل خرید. یعنی من خودم هم خریدم همون روز. ولی عاقلانه نیست. این کسی که میخواد بره توی چیز لطفا ویدیوی بیت کوین من نگاه بکنه. توی اون میبینی که بیت کوین به نظر من اگر $10,000 بیشتر توش داری باید بیاری تو حساب خودت، باید بیاریش توی در واقع هاردش بکنی، توی کمد نگرش داری، یکی بدی تو گاف صندوق، یکی بذاری تو بانک که بدونی میتونی ریکاورش کنی و هر وقت میخوای بیاری وصلش کنی به تلفنت، یه ترانزکشن انجام بدی و دوباره خاموشش کنی. این خیلی مهمه، چون وقتی داری با یه کمپانی کار میکنی در واقع کمپانی داره به تو قول میده که تو انقدر بیت کوین داری پیش من، یا شاید تو واقعا انقدر نداشته باشی. مثلا کمپانی میتونه ریسک بکنه بگه الان به نظر من میره پایین، بذار مردم میگیم شور خریدیم، بعد هفته دیگه میخریم که پول در بیاریم، بعد یهو بیت کوین 2 برابر میشه، نمیتونه بخره، بی‌ناموس میشه، بعد دودش میاد تو چشم من و تو. برای همین بیت کوین اگه 10,000 تا میره بالا باید جدا بشه. من خودم بالای $10,000 بیت کوین دارم، جدا نکردم، بیشورم، ولی دارم میگم کار درست چیه. خب حالی چون شما میشه توضیح بدی؟ الان من اومدم آمریکا $10,000 دارم میخوام چیز بخرم، بهم رابین هودو بگو. رایت. میتونی اپ‌های مختلف، چیزای مختلف استفاده کنی، خود ونگارد و فیدلیتی و اینا، مثل اینکه میتونی تو سهام بخری بفروشی با ای ترید، خیلی جای معتبریه. اپ‌هایی هم مثل رابین هود و اینا هستن که حالا اون بیشتر ازش استقبال شده، ولی این وسط اپ‌های دیگه‌ای هم بودن که معتبر نبودن و به فنا رفت مثلا اخیراً یکیشون یه سال پیش. واسه همین باید مطمئن بشن که حداقلش اینه که اون مؤسسه، اون بانک FDIC بکتاپ ده، یعنی که گاورمنت بکاپه. قانون FDIC هم بهت میگه که اگر که پول تو بانک به فنا داد یا هر چی، من تا سقف $250,000 برات گارانتی میکنم.
برای همین اونایی که بیشتر از این مبلغ پولو دارن هم بهتره که بیان با 2-3 جای مختلف کار کنن که ماکسیمومش رو تو 250K نگه دارن، که اگر به هر دلیلی یه روزی اتفاقی افتاد، من آدم میشناسم که 750 تاش به باد رفته، فقط 250 تاشو پس گرفته. خب کم پیش میاد، مثلا هر 10-20 سال یه بار یه چیزی پیش میاد، ولی خب اگه پیش میاد دیگه. خیلی چیزه. آره. بعد این که تو حالا با چه حسابی اینو بخری، اولا که باید یه حساب چکینگ داشته باشی که وصل میشه به هر کدوم از این بانک‌ها که پول اونجا منتقل میکنی. اونا هم که تازه میان آمریکا، اگه پاشی بری سر کوچه یه بانکی، هر بانکی بگی که من میخوام حساب باز کنم، در اکثر موارد من بجز این که دیرکت دیپازیت تو، یعنی حقوق رگولار تو وصل کنی به چکینگ اکانت، اینا میان پدرسوخته بازی در میارن. اینا میان یه فی میگیرن، حتی میگه ماهی $5 $10 بسته به حساب بانکی، فقط تو فی ماهیانه داری که این با ما حساب داشته باشی. یا این که اگه بخوای با ما حساب داشته باشی، همون تو اون چکینگ اکانتت هم باید انقدر پول حداقل داشته باشی. و من توی این موارد میگم که اگه تو دایرکت دیپازیت نمیخوای داشته باشی، بعد مهم نیست این چیزا، تو بیا یه بانک‌های آنلاینی کار کن که هزینه‌هاش رایگانه. بانک‌های لوکال هم هست. بانک‌های لوکال بعضی وقتا میدن، درسته. بانک‌های آنلاین هم مثلا برای اینکه بتونن کامپتیتیو بمونن، میگن که تو اگه رفتی ATM یکی دیگه پول گرفتی و اون یه مثلا $2 پول گرفت، اونو فی رو بهت پس میدن. بعضیشون حتی یه سود کوچولویی هم میدن تازه روش که باز جذاب‌ترش بکنن. یه ذره خوبیای دیگه‌ش هم اینه که یه ذره رگولیشن‌ها رو آسان‌تر میگیرن. دردسرای این که هی صبح تا شب بانک بهت زنگ بزنه این چک کنه، اینو چیکار کردی، اینو چیکار کردی، کمتره. چون اصلا ریسورسشو ندارن. ولی به هر حال نباید دادم، به نظر من بانک جاییه که تو نباید بهش پول بدی، تو باید ازش پول در بیاری. خب و بیشتر بانک‌ها دوست دارن آدمایی که بدقولن باشون بیان کار کنن، چون سر هر بدقولی میتونه کلی ازشون پول بگیره. ولی به هر حال یه چکینگ رو وصل می‌کنی، میری حالا هر اکانتی که باز کردی، اکانت‌ها اگر که میخوان از جنس بازنشستگی باشن، دو جورن همیشه، تو مثل شبیه کانادا دیگه. یه سریشون اینه که الان میذاری بعداً مالیاتشو میدی، یه سری اینه که الان مالیاتشو میدی ولی رشدش هم بدون مالیاته، که خب اون یه جذابیت خیلی جالبی داره. به هر چیزی که ROTH راث باشه الان مالیاتشو میدی، بعداً براش گروسش فریه. و راث 401k مثلا حساب بازنشستگی این مدلیه. 529 که اکانت بچه هاست برای تحصیلاتشون اینجوریه، بدون چیز رشد میکنه. و اکانت های راث یه سری چیزای دیگه هم دارن که برای اونایی که یه مقدار مثلا پیشرفته تر میخوان کار بکنن، خیلی چیزای جالبی داره. مثلا شما سلف دیرکتد 401k یا سلف دیرکتد راث اکانت داشته باشی، اینجوریه که خودت منیج میکنی اون اکانتو، و منیج کردن اون میتونه خیلی دستتو بازتر بذاره. تو میتونی یک LLC بزنی زیر اون در حقیقت اکانتت که اون LLC بیاد خونه بخره. یعنی شما خونه‌ای میخری که خونه رنتالی میخری که تا زمان بازنشستگی تمام سود و چیزی که ازش میگیری، رنتال چی میشه؟ این ماهیانه اجاره خونه‌ای که داری میگیری، تمام این مدت این اجاره خونه رو میگیری و این مالیات نمیخوره و داره رشد میکنه و باش میتونی اینوست بکنی. برای همه نیست خب، چون تو زمان بازنشستگی خونه رو نباید دست بزنی، ولی اونایی که این امکاناتو دارن که بتونن چیز بکنن، از این راه‌ها میتونن استفاده بکنن. و هدف این که بعضی از پولا رو میذاری برای بازنشستگی کنار، اینه که وقتی میگی مالیاتشو بعداً میدم، الان از مالیاتت کم، الان از حقوقت کم میشه، الان مالیات کمتری میدی. و راه‌های خیلی زیادی هم هست که آدما میتونن اگر که برای رایت آف کم دارن ازش استفاده بکنن. مثلا شما اگه بچه داری، میتونی مثلا تو آمریکا تا سالی $12,000 به بچت حقوق بدی که چمنا رو زده، یه کاری کمک کرده تو خونه اینا، و اون پولو براش ببری بذاری تو بازنشستگی اون بچه، یا یه جای دیگه مثلا برای خود اون بچه سرمایه‌گذاری کنی. یا شما میتونی 1/3 درآمد سالیانتون رو یک فاوندیشنی به اسم خانواده درست بکنی و اون فاوندیشن نان پروفیت باشه و دونیت بکنی به اون ارگانیزیشنی که زیر دست خودته و با اون کلی سرمایه گذاری بکنی. بنابراین راههای خیلی زیادی هست که شما بتونی بهینه استفاده بکنی از این درآمدت. خب عالی. پس باید بریم توی
چکینگ داشته باشیم، وصلش کنیم به یکی از این اپایی که گفتی، اپ رو بریم توش باز کنیم، بگیم ROTH اکانت باشه، از طریق اون لیمیتیشن داره چقدر می‌خری یا نه، هر چقدر می‌خوای میتونی بریزی توش، فقط اون اولش بستگی میچاره. داره. اگر اکانت اینوستمنت داشته باشی معمولی که خب لیمیتیشن نداره، ولی اگر که بخوای برای 401k مثلا باشه، اینا تو آمریکا هر کدوم هر سال لیمیت دارن که هر سال هم یه ذره زیاد میشه. هم مثلا به شما میگه که 401k سالی $23500، رات 401k $26000. اگر نمیدونم با یه مثلا فامیلی باشه یه سری چیز بکنی با تا 56000 تا میره بالاتر. از طرفی شما ایندیویدوال رات آیرای میتونی داشته باشی، 5500 بود، حالا نمیدونم حالا بیشتر شده یا نه. شما اگر اکانتی داشته باشی که از تکس بهش ندی ولی فقط برای کارهای مدیکالت باشه، بهش میگن HSA یا Health Saving Account، که الان پولی که میذاری بدون مالیات رشد میکنه، سالی 7500 مثلا برای خانواده است و شما هم میتونی تمام هزینه‌های درمانی تو از این بدی، ولی اگه دستم بهش نزنی اضافی بمونه، وقتی رسیدی به 65 سال مثل 401k میتونی معمولی باش برخورد کنی، پولو همینجوری برداری برای زندگی استفاده کنی. یعنی انقدر اکانت و وریشن هست که بتونه کم کنه کلی از مثلا حقوق الان تو، یعنی به اندازه‌ای که بخوایی راه پیدا میشه که بتونی ازش کم بکنی. آره دیگه، من اینو فقط تکرار میکنم قبل از اینکه اپیزودو جمع کنیم. من درآمدم بود $4 میلیون در سال، تکس $25000 پول پس گرفتم دیگه. اگر این عدد کار میکنه مطمئن باش پایین ترش هم کار میکنه. حالا ان شاءالله ویدیو تکس هم براتون درست میکنیم. چیزی داری اد کنی؟ داستان اینه که این قضیه که الان هادی گفتش راجع به بانک‌های لوکال اینا رو، دقیقاً کی بود؟ یه ماه پیش بود یا 2 هفته پیش بود، عینشو سهیل بهم گفت. آره و منم رفتم یه حساب لوکال حالا باز کردم فعلا اونجا، بعد دایرکت دیپوزیت و اینا رو همه رو بردم اونجا، حالا یواش یواش دارم همه رو دیگه کلا موو میکنم اونور دیگه. آره آقا، برای وقتی که تازه میای زیر ندیم. مثلا 5 سال 10 سال اومدین کانادا یا آمریکا، اینو خیلی جدی بگیرین، برای اینکه وقتی که سیستم میره جلوتر انقدر گیر میکنی. داشت من میگم چرا خود نمیکنی؟ داری به من میگی. گفتم برای اینکه من انقدر گیرم، انقدر چیزی باهاش دارم، نمیتونم. مورگجم باهاشه، کریدیت کارتم باهاشه، لانا کریدیتم باهاشه، چکینگم باهاشه، سیوینگم باهاشه، اینوستمنت اکانتم باهاشه، انقدر چیز، جوینت بابام باهاشه، جوینت خواهرم باهاشه، میدونی انقدر چیز باهاش زیاد دارم، سیستممو به هم میریزه. تو وقتی که سیستمت از اول درست بکنی، بیس روی اینی که میخوام تو پاچم نره، میتونی 10 سال دیگه سیستم قوی داری که همش اینجا. ولی من الان نمیتونم برم خواهرامو راضی کنم بیاد اینجا، بابامو راضی کنم بیاد اینجا، مامانمو راضی کنم بیاد اینجا، بهشون یاد بدم شعبه جدید کجاست، حالا دیگه این ATM کار نمیکنه، اون یکی کار میکنه، خیلی زیاده دیگه. میگم اوکی من ماهی فلان قد پولشو میدم و تقریبا اگر اشتباه نگم من فکر میکنم خرجی که الان بانک برای من داره، من فکر میکنم من ماهی دارم فقط $100 تا $300 فی میدم. یعنی هر کی اینو میشنوه واقعا پشماش میریزه، چون من تو سالم انقدر نمیدن. سال مثلا با $150 بشه. ولی میگم وقتی که بزرگ میشی و چیزا زیادتر میشه و داستانات میره بالا، میرسه به ماهی $200-300 که پول بدی بهشون. آره بعد انواع و اقسام هم داره دیگه، دیدی دیگه، مثلا 1000 تا پلن داره، نمیدونم یکیش 12 تا میگیره، یکیش 20 تا میگیره، یکیش 30 تا میگیره، همش هم با چیزای خوشگل و گول زدن. یه دونه اکم می‌خواستم داشته باشیم که با زنم مشترک باشه که اگه خواستیم وقت پولی منور کنیم بدیم راحت کنیم. برای این دارم ماهی $20 من میدم، میشه سالی $240. یعنی من سالی یه دونه پلی استیشن دارم میخرم میندازم تو بانک، دوره پلی استیشن میخرم دوره میندازم تو بانک هر سال. هیچ چیزی هم واسه بانک نداره، تنها چیزی که داره سوده، چون من اگه پول بزنم اونجا به نفعش میشه. برای همین خیلی اینشون دزدیه و هر چیز زودتر از این بتونی بیای بیرون به نفعته. بیا بیرون، بانک تو ببر، همونجوری که هادی گفت محمد داره پیشنهاد میکنه، بانک تو ببر جایی که کردیت یونینز میتونی سرچ کنی. اگر بانک فری رو برات پیدا نمیکنی، سرچ کن واسه کردیت یونین. کردیت یونین میشه بانک کوچولو. بانک‌ها چون نمیخوان یه سری آدم قدرت پیدا کنن، نمیذارن اونا به خودشون بگن بانک، که تو فکر کنی پس این تخمی اسمش بانک نیست نمیرم بانک. کردیت یونین یه بانک بهتره، بانکی که کوچیکه، میری تو میشناسنت،
تلفن زنگ میزنی پای تلفن کارت رو راه میندازن یهو. بابا اصلا عین همونه. من رفتم می‌بینی؟ اینجا شعبه خودمون اینجا این بانک لوکاله و همون بود دیگه. من رفتم دوره لاین اپ، حتی لاین اپی هم نبود چون خیلی بانک خیلی احتمالاً درن سرویس بعد 2 ساعت تو لاین اپ وایس. ما رفتیم اونجا 2 دقیقه حالا سوال میگم کار به داشتم تلفن نرسیده، بهشون ایمیل میزنی، مثلا میگه ایمیل میزنی میگه آقا چیز ای ترانسفرمو اینکریز کن، لیمیتمو بکن $3000 از $1500. بعد یه رو بعد از ایمیل میاد که کردیم. بابا آر بی سی من پارسال می‌خواستم ماشین بخرم، گفتم یه لحظه فقط. نه خیلی من صورتم تو ویدیو باشه. آره خیلی بردم شد ارتفاع گرفته دست بچه بیا پایین. بعد هیچی زنگ زدیم آر بی سی گفتیم آقا جون مادرت یه دقیقه مثلا لیمیتشو ببر بالاتر، من این پوله رو بدم دوباره اصلا برگردون سر جاش. حتی حرفمون این بود بهش، نکرد این کارو. گفت تو تازه اینجا حساب باز کردی برو بابا برو نه خونتون خیلی بابا. بدم میگم مثلا سرویسشون بدتر. بعد یه چیز دیگه که راجع کردیت یونین خوبه، کردیت یونین یه مقداری از پولش یا همه پولش رو توی شهر خودش خرج میکنه. یعنی مثلا اگه میخواد یه بیزنس اینوست کنه میره یه برج تو اینجا میسازه، ولی رویال بانک یهو مثلا میتونه فرانسه برج بسازه یا میتونه بره آمریکا برج بسازه. همین داستان سال 2008 CIBC که بزرگترین بانک‌های کانادا است داشت ورشکست میشد، رفته بود سنگین توی آمریکا اینوست کرده بود و 2008 دزدی آمریکا بود، یهو همه بی‌ناموس شدن. بعد CIBC almost bankrupt شد 2008. یعنی اینقدر میتونه بد بشه، ولی کردیت یونین تو واسش نمیافته، تو شهر خودشه و شهر تو قشنگ‌تر میشه. واسه همین اصلا خیلی جالبه که اینا راجبش حرف نیست. واقعا دارم میگم، یعنی تندری که نسبشون کردیت یونینه به خاطر اینکه بانک رفته یه کاری کرده به 4 تا پول که نه اینا نمیتونستشون بانک باشه. بانک باید انقدر بیشتر پولش بشه تا بشه بانک. یه چیز از خودشون درآوردن شده بانک. حالا یه چیزی هم من اضافه بکنم سهیل، ببخشید. اینو یه نفر گفت این واقعا این حرف طلا بود و کسی که تازه اول کارشه، اول شروع زندگیشه و جنسش کارش هم یه جوریه که W2 نیست که مثلا فقط کار رو یه کارفرما داشته باشه پول بگیره، برای خودش داره یه کاری میکنه، حالا هر کاری. خب یکی از همین جوری کارا رو انجام بدی، پول بیاد تو حسابت و خیلی عادی برخورد کنی. یکی این که تو یک فرد نباشی، یک شرکت باشی، کاراتو با شرکتت بکنی. خب این خیلی آدما رو جلو میندازه. 2 تا منتالیتی هست که وقتی یکی از ایران میاد یا از کشور شرقی میاد، برای ما توی اونجا یه جور دیگه پولدار شدن یه معنی دیگه داره. پولدار شدن تو ایران یعنی اینکه کش داشته باشی، خدای پول داره ایران پول دارن، قرض نداشته باشی. آره اینجا کسی که بیشترین بدهی رو با بانک داره، وام داره، اینا ممکنه پولدارتر باشه. یعنی تو اعتبار بیشتری داشته باشی که یعنی وامای بزرگتر بگیری، کارهای بزرگتر بکنی. خب بنابراین نقد خریدن یه چیزی، یا رفتی مثلا میری یه ماشین بخری بری مثلا $80,000 نقد بدی، نه تنها افتخار نیست بلکه از خیلی لحاظا حماقته که شما اینقدر پولو برداری بری مثل طلا بذاری اونجا که من نمیخوام وام 3% مثلا بگیرم برای این کار. وقتی تورم 5. دقیقاً. حالا اون حرفی که به من یکی از دوستام زد و خیلی خیلی جالب بود این بود که تو باید کاری بکنی که کردیتات، اعتبارات مال شخصت باشه، هزینه ها و لایبیلیتیات مال بیزینس باشه. یعنی شما اگر هزینه ماشین داری، هزینه خرجی و مصرفی داری، حدالامکان با بیزینست اینا رو ببری جلوتر که بانک وقتی به خود شخصتو نگاه میکنه ببینی که ببین تو اصلا نه خرج داری، نه خوراک داری، نه پول خونه زیاد میدی، نه پول ماشین زیاد میدی. خب یعنی وقتی کردیت تو رو ران میکنن این باید مستقل از کردیت کمپانیت باشه و نشون بده که تو درآمدت خیلی زیاده اما خرجت خیلی کمه. تو اینجوری وامی که میگیری خیلی بزرگتره چون بدهیات رو ایندیویدوالت دیده نمیشه. در این حال همه واما رو سعی میکنی با بیزینست بگیری. لایبیلیتی ها، مسئولیت ها همه میفته رو بیزینس و ریسک ها میفته رو بیزینس. بانک تو رو یک آدم بسیار لو ریسک تری میبینه. بنابراین دامنه قدرت خرید و قدرت وام گرفتن و قدرت سرمایه گذاری توی یعنی به عنوان یه ایندیویدوال خیلی بالاتر میره. و حالا تو چجوری میخوای وام بزرگ بگیری و زیر اسمت نگه نداری؟ تو میری با بیزینست وام میگیری، بعد میگن که تو که خیلی خرج داری، میگی اوکی من شخص میشم ضامن این کردیت منم ران کنید.
کردیت منو ران میکنه، میبینه خیلی خوبه، به بیزینسم وام میده. متوجه شدی؟ اعتبار من پشت بیزینسیه باحال. که همه مسئولیت‌ها پشت توی بیزینس هست. برای همین این دکتر دیگه من خاک بر سر تو واقعا. بابا دیگه اگه ما هم دکتر بودیم عقل نیست این کارا رو بکنیم. خلاصه امیدوارم که خودم یه روز یاد بگیرم این کارو بکنم. دمت گرم آقا، مرسی دکتر هادی، مرسی محمد آمریکایی کانادا. مرسی به زودی سوال کانادا دوست. آمریکا قرار یکی بشه دیگه، میشیم محمد آمریکایی. واقعی آمریکایی اصل. و من که بشیم جزئی از آمریکا آردی لات خونم میدونیم کجاست. آره. لات خونت ویو منه. امیدوارم که تا یه هفته نشده تا زیر 10 روز میبینم تو حضوری. اوه جون ویگس بیبی. آره. آقا بچه‌ها وایب خوب بفرستین، یه بار ما ویگس برنده بیایم بیرون. دمتون گرم. چاکس. اقتصادی